وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. از این سوی استودیوی صبح با خبر در خدمت شما هستیم و تصاویر حکایت از این داره که مهمان عزیز و ارجمندی را هم امروز افتخار داریم که در خدمتشون باشیم و در حوزه سیاست به خصوص سیاست خارجی با ایشان گفتگو کنیم. دور نشستی که دست بزن من دور باشی، حالا باید میپیچونی این سو آن سوی استودیو میکنی. حکایت مشنگه است که به 750 گرم میخواست بپیچونه، میگفت نیم کیلو و نیم. آقای دکتر فکر میکنم که کمی پیر شدید، دلیلش چیه؟ رو تو زیاد نکن ناکس، با پشت دست بکهند میزنم که دیگه بلند نشی ها. ناکس تو رو مگس هم با وساطت رود میشینه، حالا با من شوخی میکنی؟ تو تعلیم و تربیت حق با رفیق مرحوم ابوی بود که داشت بچه‌شو میزد. چه جور؟ گفتم ولش کن، مگه بچه چی کار کرده؟ گفت اگه میدونستم چی کار کرده که میکشتمش. بسیار خب، وارد بحث بشیم. آقای دکتر، تا چند روز دیگر دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 آغاز میشه. پرانتزها داخل اون توافقی که بخواد نوشته بشه زیاد هست و نقاط اختلاف بسیار بسیار عمیق و زیاد. تحلیل جناب عالی چیست؟ ما به چه سمت و سویی داریم میریم؟ نگاه کن، تو عراق بعد 8 سال نوری مالکیمون ساقط شده. عمق استراتژیکی که سهله، دنب استراتژیکی هم چیده شده. بیچاره مقام عظما تو بیمارستان بعد بیهوشی تو مصاحبه هزیون میگفتن که این که عمق استراتژیک نیست، عمق استراتژیک اون نامه هایی که حالا خودمون براشون نوشتیم. اصلا استغفرالله، ولش کن. آقای دکتر صحبتاتون نیمه کاره موند، ادامه بفرمایید. هیچی دیگه. حالا اون یکی عمق استراتژیک گردن دراز تو سوریه که بریزه، چه بلایی آخرش میخواد سرمون بیاد دیگه من واردش نمیشم، چون ممکنه تو هم آپاندیست بترکه این وسط. عظما جستشو تو راهرو بیمارستان گرفت، ولی خب همه میدونم که افه کشکی مال دست خالیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردن، بله، میفرمودن که تو اتوبوس شلوغ که ملت از سر کله هم دیگه داشتن بالا میرفتن، یه یارو دستاشو زده بود به کمرش وایساده بود. یکی گفت داداش دستتو بنداز بقیه هم جاشن. یارو یه نگاه به دستاش کرد، یه نگاه به زیر بغلش انداخت، گفت ای داده بیداد، هندونه هم چی شدن؟ عظمای بی هندونه این حرفا رو برای چیز دیگه ای اینها صرفا برای مصارف داخلیشونه، ولی به هر حال تأثیر خودش را بر فضای مذاکرات هم میذاره. آره، ولی خب مصرف داخلی هم نشد دیگه. الان هنوز مذاکره نشده، تو نظام دعواست. وای به حالی که نتیجهش هم بیاد. حاجی رفسنجانی هم که رفت بالا سر عظما گفتش که عشق منی، ولی باز با از ما بهترون که چه عرض کنم، با از عظما بهترون میپره. عین رونالدینیو که به راست نگاه میکرد به چپ پاس میداد. ظریف مشنگم که فقط بلد جام زهر سرو کنه. بهش گفتم نمیخوام فقط با گنده کاری که تو مذاکرات بالا اومده در موردت قضاوت بکنم. زندگی تو مثل یک کتاب کلفته که نباید به خاطر یه ورق سیاه انداختش دور، باید به خاطر کلش انداختش دور. تازه اگه آتیش بزنی و دور بندازی بهتره. حالا عضوای بدبخت رو ببین که تو جبهه عراق و سوریه اونطوری خورده تو پوز مبارکشون، تو داخلم یه طور دیگه و بدتر. بسیار خوب، کدومش سخت‌تر بوده؟ از جفتش سخت‌تر اینه که هر چی از دهنش در میاد به ایشون میگه، ولی باید دندون بذاره رو جیگر، وگرنه دوباره تیم مذاکره شال و کلا نمیکرد. اومدیم با موس بریم تو اون کنفرانس پاریس، با تیپا انداختنمون بیرون، نشد به زور خودمون رو جا کنیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفرمودن که شوته رفت تو صف نونوایی، شاطره گفت آقا نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن. شوته برگشت به ملت گفت ببخشید میشه یه کمی جمع‌تر وایسین نون به ما برسه. چند تا هم واسطه کردیم ولی محل سگ به نظام نذاشتم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفرمودن که یارو رفت دکتر، گفت آقای دکتر هیچ کس منو تحویل نمیگیره. دکتر گفت نفر بعدی. خلاصه اگه بخوام برم تو بحث شاخ شکستگی خیلی ضایع میشه.
بحث عوض کن ببینم بلدی یا نه. آقای دکتر، جناب عالی را همونقدر که به عنوان یک چهره سیاسی مردم ما میشناسند، جامعه ورزشی و فوتبالیستای ما شما رو به عنوان یک چهره فوتبالی و ورزشی هم میشناسند. آره، اولین و آخرین کسی که رو کرنر خودش هد میزنه منم. ولی مردشورتو ببرن با این بحث عوض کردنت. نمره هوشت از همین ویراژ دوزاریت معلوم شد که چیه. با همین یه سوال میتونی معافی تو بگیری از سربازی. به مشنگه گفتن که تا حالا لو رفتی؟ گفت نه، برنامه‌شو ردیف کن آخر هفته بریم. ببین بحثو تموم کن ببینم چجوری تموم میکنی. بازم سپاسگزاری میکنم از تشریف فرمایی شما به برنامه. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید.